میشود همین صبر تطبیق کنید نظارت دوران مسئول است. حالا این اسکان هر یک پرواز هوانوردان جسور وطن این مهر جسارت و مردانگی در فضای وطن است. هر کسی که حسی وطندوستی دارد، حسی مردانگی دارد، همه وقت وطن رو با دوست داشت، با چشم دل، با چشم قلب. هم در زمین هم در فضا آرامی کشور را محافظت و حفظ می‌نماییم. 4305 در یکم 43005 و پرواز آماده است. مستند از رسالت و مسئولیت حفظ کنندگان مرزهای هوایی ریاست قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان در برنامه سپهسالار شامل 23 فوریه از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی